از جانب من تماسی اتفاق نیفتاده، ولی از جانب باشگاه پرسپولیس با داور چهارم من اتفاقاتی افتاده. بماند دیگه صحبت نمی‌کنن دیگه، بماند. داور چهارم بازی سپاهان دیگه. آره یه شب بیارش لایو صحبت کن. رضا کرمانشاهی رو. آره اون معلومش کردن که خبر یه بازی دیگه معلوم دیگه نمیدونم راجع به بازی مصاحبه کنم، هنوز صحنه‌ها رو و وحید امیری رو میبینه. این دستشو پشت سر اول گذاشته بود، بعد تو ببینید به نظر میرسه که با دست تو پاکن، حالا نمیشه گفت خود علیپور نزدیک محوطه جریمه و خطا. پنالتی، اعلام پنالتی برای تیم پرسپولیس. تو بود واقعا. حالا تصویر رسته نشون میده که تو بود یا بیرون. داره قسم میخوره میگه بیرون بود و بیرون بود.